اگه تو هم نخات نامرتب میشه و بافتت بعد از بافتن کثیف میشه، بیا اینجا که راهکارشو برات آوردم. اگه تو هم همیشه مشکل این که کلافت نامرتبه و بافتت بعد از بافتن کثیف میشه رو داری، اون قلب بیرنگ منو قرمز کن، اینم واسه دوستات بفرست تا بهت راهکارشو بگم. با قلاب وارد مرکزی ترین قسمت کانواد میشی، نخو بیرون میکشی و سر نخو پیدا میکنی و شروع به بافتن میکنی. با این کار دیگه کانواد نامرتب نمیشه و لیبلش هم نیاز نیست جدا کنی تا انتهای بافت. بعد از اینکه لیبل رو جدا کردی و شروع به بافت کردی، نخت رو داخل یه نایلون بذار و بعد از داخل نایلون بکشش بیرون و بافتتو شروع کن. با این کار دیگه کانواد کثیف نمیشه و تا انتها میتونی یه بافت تمیز داشته باشی و یه بافت تمیز تحویل مشتری بدی. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشت اومده واسه دوستاتم بفرستش تا اونا